تصور کن سر کلاس نشستی و جو کلاس حسابی سنگینه. همه سرشون پایینه و دارن تند تند می‌نویسن. تو هم داری سعی می‌کنی سریعتر از فکر مغزت بنویسی. عرق از سر و رود میریزه، چشمات به تخته دوخته شده و دست جوری میلرزه انگار داری قرارداد خرید یه ویلا رو امضا می‌کنی. استاد درسش تموم میشه، برمیگرده و شروع می‌کنه به پاک کردن تخته. سرت رو بلند میکنی و به دفترت نگاه میکنی 5 صفحه پر از نوشته. یهو دوست بغل دستیت ازت میپرسه استاد الان چی گفت؟ تو هم هاج و واج نگاش میکنی و میگی والا نمیدونم ولی من همش رو نوشتم، خیالت راحت. مشکل دقیقاً همینه. دفتر پره ولی کله پوکه. این همون سندروم دستهای کارگر و مغز در تعطیلاته. بیماری که اکثر دانش آموزا و دانشجوها بهش مبتلا هستن. تو فکر میکنی داری درس میخونی ولی در واقع فقط داری مچ دستت رو ورزش میدی. اما نگران نباش. توی این ویدیو من اومدم تا دستهای خسته تو رو نجات بدم و مهارت جزوه نویسیت رو از حالت رفع تکلیفی به یادگیری با کیفیت تبدیل کنم. من 5 اشتباه کلاسیک در جزوه نویسی که 90% دانشجوها مرتکب میشن رو به همراه راه حلش نشونت میدم تا تو رو تبدیل به اون 1% برتر کلاس کنه. بزن بریم که شروع کنیم. اشتباه اول، کپی پیست کردن با دست. تا حالا شده دفترت رو باز کنی و ببینی هیچ فرقی با یه نسخه سیاه و سفید از کتاب درسی نداره؟ کلمه به کلمه حرفای استاد رو کامل نوشتی بدون اینکه حتی یه نقطه و ویرگول رو جا بندازی. در ظاهر به نظر میاد خیلی دانش آموز درس خونی هستی، اما در واقع مغزت رفته مرخصی و دستت داره اضافه کاری میکنه. مشکل اینه که وقتی عیناً همه چیز رو مینویسی فقط داری اطلاعات رو کپی میکنی، نه پردازش. مغزت مثل یه فلش مموری عمل میکنه. اطلاعات رو ذخیره میکنه ولی پیدا کردنشون مصیبته. بدبختی اینجاست که فلش مموری حداقل دکمه جستجو داره ولی مغز تو نداره. تله این کار حسیه که وقتی به دفتر پر از نوشتت نگاه میکنی بهت دست میده و فکر میکنی خب من اینا رو بلدم، اما موقع امتحان میفهمی که این تیکه چقدر آشناست ولی چرا یادم نمیاد چی بود. دلیلش اینه که موقع نوشتن اصلاً مکس نکردی تا بفهمی چی داری مینویسی، فقط داشتی با دست کپی پیست میکردی. حالا راه حلش چیه؟ راه حل این نیست که کلاً جزوه ننویسی، بلکه باید یاد بگیری مطالب رو به زبان خودت خلاصه کنی. یعنی به جای اینکه بنویسی گیاهان به لطف کلروفیل که نور خورشید را جذب میکند فتوسنتز انجام میدهند، میتونی بنویسی درخت از برکاش مثل پنل خورشیدی برای درست کردن غذا استفاده میکنه. هم یادآوریش آسان‌تره، هم بامزه است و هم دفتر تبدیل به دستگاه فتوکپی سخنرانی استاد نمیشه. اشتباه دوم، وسواس دفتر زیبا. تا حالا شده به دفترت نگاه کنی و حس کنی یه اثر هنری کشف کردی؟ رنگ‌های هایلایتر از پالت رنگ پنتون هم حرفه‌ای‌تر انتخاب شده. زیر هر عنوان یه خط صاف کشیدی انگار با خطکش لیزری اندازه گرفتی. بهش نگاه میکنی و به خودت میگی وای با این دفتر خوشگل حتما نمره هم خوشگل میشه. اما بعدا میبینی که نمره ها تعریفی نداره و اطلاعات مثل برگ‌های پاییزی از ذهنت ریخته. این همون بیماریه که من بهش میگم وسواس دفتر زیبا، یا به زبون خودمونی تر داری برای خطاط شدن تمرین میکنی نه برای فهمیدن درس. مشکل اینه که تو 70% زمانت رو صرف مرتب کردن و خوشگل نوشتن و هایلایت کردن کلمه به کلمه میکنی و یادت میره که مغزت باید اطلاعات رو پردازش کنه، نه اینکه مثل یه دستگاه برچسب زن عمل کنه. وقتی بیش از حد روی ظاهر تمرکز میکنی فرایند تبدیل دانش به زبان خودت رو از دست میدی. همون چیزی که باعث میشه مطلب تو ذهنت بمونه. مثلا وقتی استاد داره درس میده، اونی که تمرکزش روی یادگیریه با خودش فکر میکنه آها این نکته مهمه، باید توی جمله کوتاه به زبان خودم خلاصش کنم. ولی اونی که وسواس دفتر زیبا داره فکر میکنه
صبر کن، خودکار آبی برای عنوان، بنفش برای مثال، زیرش هم با ماژیک زرد خط بکشم. راستی استاد چی گفت؟ نتیجهش اینه که با دفتری به خونه برمیگردی که همه از دیدن شگفت زده میشن، ولی مغزت از زمین فوتبال تو تعطیلات تابستون هم خالی تره. پس حالا راه حل چیه؟ برای فرار از این تله یادت باشه که دفتر یه ابزاره، نه یه اثر هنری. جوری بنویس که خودت بفهمی. درس خوندن رو به مسابقه تزیینات تبدیل نکن. اشتباه سوم، نادیده گرفتن صدای درون. تا حالا شده وسط سخنرانی استاد یهو یه ایده درخشان مثل فلاش دوربین توی سر جرقه بزنه و 1 دقیقه بعد دود بشه بره هوا؟ تبریک میگم، تو همین الان یه الماس دانشی که خودت کشف کرده بودی رو از دست دادی. خیلی ها موقع جزوه نوشتن فقط روی نوشتن حرفای استاد تمرکز میکنن و ترجمه شخصی مغزشون رو فراموش میکنن. استاد یه جمله میگه، مغز تو اون رو به روش خودش درک میکنه، ولی چون مثل یه ماشین مشغول نوشتنی اون درک شخصی رو یادداشت نمیکنی. نتیجهش اینه که موقع دوره کردن به دفترت نگاه میکنی و با خودت میگی اون موقع منظورم از این چی بود؟ حالا راه حلش چیه؟ خیلی ساده است. همزمان با نوشتن حرفای استاد یه جایی هم برای یادداشت‌های خودت خالی بذار. یه خلاصه به زبون خودت، یه مثال از زندگی روزمره یا سوالی که برات پیش اومده رو یادداشت کن. مثلا استاد داره قانون بقای انرژی رو درس میده. تو میتونی گوشه دفترت بنویسی خب اگه من یه عالمه کیک خامه‌ای بخورم ولی ورزش نکنم این انرژی کجا میره؟ هم باحاله، هم کمکت میکنه مطلب یادت بمونه و هم حس میکنی داری برای خودت یاد میگیری، نه برای کس دیگه ای. جزوه نوشتن بدون توجه به صدای درون مثل اینه که بری مسافرت فقط برای اینکه عکس بگیری و توی اینستاگرام پوز بدی. شاید اون لحظه خوش بگذره، ولی بعدن که عکس ها رو نگاه میکنی حس واقعی اون لحظه رو یادت نمیاد. پس بذار دفتر داستان یادگیری تو رو روایت کنه. اشتباه چهارم، دانش یتیم و بی ارتباط. حس نگهداری از یه ماهی قرمز توی تنگ شیشه‌ای رو میدونی چیه؟ همینطور دور خودش میچرخه و یادش میره کجاست. این دقیقاً سرنوشت خیلی از اطلاعاتیه که تو جزوت مینویسی. تنها، سرگردان و بدون هیچ ارتباطی با اکوسیستم دانشی که از قبل داشتی. مثلا امروز در مورد یه اصل علمی یاد میگیری، فرمولا و مثالهاش رو کامل مینویسی، حتی داستان فریاد زدن اون دانشمند توی حموم رو هم یادداشت میکنی. ولی اگه این مطلب رو به چیزایی که از قبل میدونستی مثل فشار آب و دلیل شناور موندن کشتی وصلش نکنی، اون جزوه ها مثل یه غریبه‌ای میمونن که به مغزت سر زده، یه دستی تکون داده و رفته. مغز ما مسافرخونه های یه شبه رو دوست نداره. اون دوست داره یه شهرک کامل بسازه، خیابون کشی کنه و پلاک بزنه تا بعداً راحت‌تر آدرس ها رو پیدا کنه. وقتی یه چیز جدید یاد میگیری از خودت بپرس که این شبیه کدوم مطلبیه که قبلا خوندم، یا اگه بخوام تو زندگی واقعی ازش استفاده کنم چه شکلی میشه. هرچی بیشتر بین مطالب ارتباط برقرار کنی اون دانش برای مدت طولانی تری در مغزت ساکن میشه. پس حالا راه حلش چیه؟ یه راه ساده اینه که نمودار درختی بکشی یا چند تا جمله برای مقایسه اون مثال واقعی بنویسی. اینطوری دفعه بعدی که میخوای مطلب یادت بیاد لازم نیست کل دفتر رو زیر و رو کنی، چون تصویر اون ارتباط توی ذهنت حک شده. یادت باشه دانش یتیم دانشیه که راحت‌تر از همه از دست میره. دانشی که فامیل و آشنا داره دانشیه که تو مغزت زنده میمونه. اشتباه پنجم، نوشتن و رها کردن. این اشتباهیه که قسم میخورم 100% ما حداقل یک بار انجامش دادیم. میدونی چطوریه؟ دفتر رو باز میکنی، مثل یه جنگجو تو میدون نبرد چند صفحه رو پر از نوشته میکنی و بعد میبندیش و دیگه هیچ وقت بازش نمیکنی. شب امتحان که بازش میکنی میبینی کلمات سر جاشون هستن، ولی مغزت مثل یخچال آخر ما خالیه. مشکل اینه که مغز ما هارد دیسک نیست، بیشتر شبیه یه خونه است که درش قفل نداره.
تو دانش رو میاری داخل، ولی اگه مرتب بهش سر نزنی و گرد خاکی روبی نکنی، این مهمونای عزیز که همون دانش باشن خودشون پا میشن و میرن. به همین دلیله که باید برگردی و چیزایی که نوشتی رو دوباره ببینی، نه اینکه فکر کنی با نوشتن کار تموم شده. پس حالا راه حلش چیه؟ یه ترفند ساده اینه که بعد از تموم شدن کلاس حداقل 5 تا 10 دقیقه وقت بذاری، جزوت رو دوباره بخونی و نکات اصلیش رو سریع خلاصه کنی. بعد از 24 ساعت یه بار دیگه مرورش کن. بعد از 1 هفته برای بار سوم مرورش کن. این مدل دوره کردن باعث میشه به مغزت دائم یادآوری بشه که هی این اطلاعات مهمه، دورشون نندازی ها. به بازبینی جزوهات مثل نگهداری از یه حیوان خونگی نگاه کن. تو نمیتونی یه ماه به گربت غذا ندی و بعد انتظار داشته باشی مثل روز اول خودش رو برات لوس کنه. دانش هم همینه. باید بهش رسیدگی کنی تا پیشت بمونه. اگه حس کردی تو هم این اشتباهات رو داشتی، بهت تبریک میگم. تشخیص اشتباه اولین قدم برای اصلاحه. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن. تو کدوم اشتباه رو بیشتر از همه انجام میدی؟ این پایین تو کامنت ها بنویس تا منم بدونم و بقیه هم ببینن که توی این نبرد با قلم و دفتر تنها نیستن. یادت باشه، روی رشدت تمرکز کن.